از سامرا زدیم بیرون، حدود 1 ساعت اومدیم رسیدیم به اینجا، سجن امام هادی، یعنی زندان حضرت هادی سلام الله علیه و روی فدا. از این پله ها که بریم پایین، بسم الله الرحمن الرحیم. وارد این دالون های پیچ در پیچ میشیم تا میرسیم به این اتاق. این اتاق یک سیاه چال مخوفه. دیگه جلوتر از این نمیتونیم بریم ما. اینجا زندان متوکل عباسی ملعون، محلیه که آقامون امام هادی مدت‌ها در اون زندانی بود. به انتهاش نمیشه رسید، از بس تنگ و تاریک میشه. اینجا مکان ورودی زندان امام هادی علیه السلام. از اینجا یه دریچه ایست مثل چاه، حالا شاید اینجا زیاد واضح نباشه، حضرت رو میبردن پایین، به این زیر منتقل میشده حضرت که اینجا حالا یک جایی گذاشتن. به این زیر منتقل میشده.